الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به جمیع برادران و خواهران و پدران و مادران عزیزی که برنامه ما را تماشا میکنن، برنامه های ما را گوش میاندازن، الله مهربان دعاگو هستم که در هر یک حرفی که شما گوش می اندازین خداوند برای شما اجر جزیل نصیب بگرداند. و از الله مهربان دعاگو هستم که گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند، بیماری های ما را الله مهربان شفای کامل نصیب گردانی، مسافرهای ما را الله مهربان صحت و سلامت در کارهاشون الله مهربان کشایش و برار و هر جا که باشند زیر پرده رحمت و عصمت الله مهربان نگهشون بداریم. در این تاجیکستان بسیار محبوب و عزیز ما الله مهربان همیشه فیض و برکت و نازل فرمایی و آفت و بلاها را دور گردانی و در این زمانهایی که هر یک لحظه ناآرام شدن هر یک منطقه امکان دارد، هر یک شهر ناآرام شدنش امکان دارد، الله مهربان این ملک ما را، این دیار ما را از جمیع آفتها و از جمیع بلاها و از جمیع بدبینها و از جمیع کسانی که همیشه در راست این ملک ما گمان بد دارد، نقشه های بد دارد، الله مهربان این وطن ما را، این ملک ما را نگهبان باشی و حفظ کنی و الله مهربان خیر و برکات و حسنات خودت را بر این ملک ما، بر این مردم ما نصیب و روزی بگردانی. برادران خیلی عزیز و گرامی، الحال باز من برای خدمت شما اولا برای رضای الله مهربان، برای همچی یک خیلی اندکم که باشد میخواهم در دینم، میخواهم در مذهبم خدمت خود مگذارم و زیرا که من خواندم و من دیدم که هر چیزی را که من میگویم از قال الله و قال رسول الله، فردا هر کسی که این را برای خود گوش میکند و او در عمل خودش تطبیق میکند، ثواب این زمانی که اگر من خانه قبر دم که باشم ثوابش بر روح من میرسد. و این خاطر بسیاری وقتهایی که قریب که امکانیت هم خیلی کم است، ولی من ساعت جدا میکنم که تا با این مسئله و مسائل و تا با این پند و نصیحت ها یک اندک وقتی خودم جدا کنم و تا انشاءالله از الله مهربان فقط دعاگو هستم که از جمیع بلاها و فتنه های آخر الزمان نگهمون داره و تا زمانی که الله مهربان برای من عمر داده همیشه که پیش تو افتخارم دارم، پیش تو بسیار شکرگزارم هستم که من از زمره کسانی هستم که همچون نامم نصیحتگر است، همچون
نفری مرا میبیند حتما و حتما اونها در گرد میشینند به مقصدی هستند که یگان چیزی صحبت کند گوش کنم. الله را سپاسگزاری میکنم که در راست من بنده های خدا همین گمان دارند. از این لحاظ الله مهربان دعا میکنم که تا زمانی که اگر برای من وقت جدا کردی در همین راه مرا نگه بدار و تا زمانی که هستم یک آیت، یک حدیث، یک قولی مجتهد، هر چیزی که برای بهبود دینم باشد به گوش بنده های خدا رسانم و فردا که مرا گوش کردن این سخنهای من پیش روشان بیاید و یک دستشان برداشته و در حق من دعا کردن هم دریغ ندانند. الله مهربان همه شما را حفظ کند برادرای عزیز، خواهرای مهربان، و به خدای مهربان قسم همه شما را من به خاطر خدا دوست می‌دارم و همیشه ببینید که ما هر جا بشینیم منت نه پیش روی ما اول شما هستین، ما در حق شما همیشه دعاگو هستیم. برای همین منم از شما خواهش و التماسم همین است که در خلوت است، در آشکارا است، در حق بنده هم همیشه دعا کنید که ما نیازی به دعای شما داریم. بعضی برادرها را وقتی من میگویم در حق من دعا کنین میگن حاج بابا اکد مقصد من تا او اندازه نرسیدم که در حق شما دعا کنم. دعا کن شما هستین، ما هیچ کس نیستیم. برادرای عزیز این حرف خطا هست، زیرا حضرت عمر رضی الله عنه خاک پاش باشیم وقتی اراده حج عمره کردن از پیامبر گرامی وقتی که رخصت گرفتن، اجازت گرفتن که من برای حج عمره روم، پیامبر نازنین چی گفت به طرف عمر؟ گفت برادرک من، یا اخیه، گفت ای برادرک من، وقتی در گرد خانه کعبه تاب میخوری، وقتی این عبادت را که انجام میدی ما را در دعا شریک کن، در حق ما دعا کن. حضرت عمر گریه کردن برادران، گفتن هیچ چیزی برای من خرسندی آور و خوشنود کننده از این حرف پیغمبر نبود که وقتی از من دعا طلب کردن. برای همین همه ما نیاز به دعای یکدیگر داریم. الله مهربان حفظتون کند. میایم سر سوال هایی که در پیش من هست. پیش از سوال جواب دادن برادران عزیز، چشمم در حیات جناب بشر حافی. این بشر برادرای عزیز فرزند حارث ای، فرزند عبدالرحمن ای، یعنی بشر ابن حارث ابن عبدالرحمن هست. به حافی گفته بشر که میگه بسیاری وقت پای لوچ میگشت، به این خاطر بشر حافیش میگفتن. این حضرت با حسابهای میلادی خودمان 769 تولدش است و 841 گویم وفاتش است. وقتی که حتی زمانهای حضرت فضیل ابن عیاض قطیم که یکی از عارفای بزرگ ما و شما هستند با او هم همصحبت شدگی است. وقتی بشر حافی را پرسیدن که گفتن خود بشر میگه، گفتن که رأیت فی المنام رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه بشر حافی گفت که پیامبر در خواب دیدم. برادرای عزیز خیلی مقام اینه، خیلی برکت های وقتی پیامبر در خواب میبینی. برادرای عزیز
اگر شما اهمیت داده باشین خوابهای امروزه ما نبینین، در خوابها چی میبینیم؟ در خوابها بجز حتی بگیم کارهایی را میبینیم، عملهایی را میبینیم که برای یک آدم حکایت کردنش در شرمون میآید. برای چی؟ برای که دیگر قلبها که سیاه شدگیان، برای آنی که زبانها همه برادرای عزیز حرفی بیجا میگد، پایها که در راه های نادرست که قدم میزند، دیگر پیامبر در خواب من و تو از کجا در آید؟ برادرها زنگ میزنن، برادرها سوال میکنن چیکار کنیم که حاجی بابا احتلام شدن، شیطان فند کردن در خواب من بسیار زیاد است. ببینیم برادرای عزیز که چرا از حیات اصحاب پیغمبر اینم خیلی و خیلی نادر بود که یکی از اونها را مقصد شیطان فریب کند یا به همین حالتی که امروزه ما هستیم به همین حالت بیاره. برای همین مادرای عزیز، خواهرای عزیز، برادرای خیلی گرامی، حرکت کنین، تقواتون زیاد کنین، حرکت کنین از شبهه و شکتون دور کنین، حرکت کنین از هر خوردنی و نوشیدنی هایی که امروز هستن احتیاط کنید، حلقاتون پاک نگه دارین، ذکر بسیار بگین، الله اکبر زیاد بگین، الحمدلله زیاد بگین، نمازهاتون به وقتش خوانین، پیش از خوابهاتون قرآن خوانین، نمازهای تهجد خوانین، قضاهاتون خوانین، دعا کنین که الله مهربان همین چهره زیبای پیامبر یک بارک در خواب من درار. ایرا از الله خواهش کنین. مادرای عزیز چهره حضرت خدیجه را یک بار ببینم، چهره حضرت عایشه و فاطمه را ببینم، ایرا دعا کنین. حضرت بیشر میگه وقتی من پیامبر را در خواب دیدم، میگه گفت فقال لی یا بیشر اتدری لما رفعك الله من بین اقرانک. میگه پیامبر سوالم داد که بیشر از بین تمام اولاد اجدادهات میدانی که با چی سبب خداوند درجه تو را این بلند کرد؟ ببین از وفات حضرت بیشر 1000 سال زیاد گذشته است، امروز من نامش میگیرم، امروز میگم بیشری حافی رحمت الله بر روح او. گفت از بین نزدیکا و اولادات برای چی الله مهربان به تو اینقدر قدر منزلت مرتبه داد؟ میدانی؟ بیشتر میگه گفتم نمیدانم حضرت، از چی حساب باشد؟ پیامبر گرامی چیش گفتن؟ برادرها گوش کنین. فقلت لا یا رسول الله، نمیدانم. گفت حضرت قال بی اتباع لسنتی، گفت الله مهربان با 5 عملی که تو داری، از همین خاطر تو آبرو قدر قیمت پیش الله پیدا کردی. یکم همیشه حرکت میکنی که همه عملها و حرکتات مطابق با سنت من باشد. ببینین، یعنی با حیات من حیاتت را موافق میکنی. من چگونه مقصد می نشینم، چگونه خواب میکنم، چگونه لباس میپوشم، چگونه سر و صورت دارم،
چگونه با زن معامله دارم، چگونه با فرزندان معامله دارم، چگونه همسایه‌داری دارم، چگونه میخورم، چگونه مینوشم، همه سنت مرا مقصد تو حفظ کردگی و به موافق سنت من حیات تا میگذرانی. یکم چیزی که الله ترا قدر قیمت داد به خاطر همین است. گفت عبدالرحمن جامی میگفت گر نرفتم طریق سنت تو هستم از عاصیان امت تو. عبدالرحمن جامی میگه در پیش پیامبر عهد گذاشت، ای پیامبر نازنین، اگر من حیات ما به موافق سنت تو اگر روزگذرانی نکنم، خودم را در بین همه مردم اعلان میکنم من یکی از گناهکارهای امت پیغمبر هستم. چه جوان مرد بودن. یعنی مردی من گفت دعوای من، دینی من همین است که من حیاتم را به سنت تو مطابق و موافق کنم. برای همین یکم درجه و مقام بیشتر میگه از حساب همین بود. دو و خدمت کل صالحین. دیوم این که در کجا یک بنده صالح، در کجا یک بنده با الله نزدیک، در کجایی که یک خادم دین هست، تو رفته خدمت وی کردگی. ببین تو برای وی دست درازی و کمک کردگی. خدمت آدمای صالح و آدمای نیک انجام دادن هم یکی از سببهای بالا رفتنی قدر و قیمت تو شدگی. دوم چیز. سه و نصیحتک لاخوانک. سیوم چیزی که الله برای تو قدر و قیمت داد این است که برای برادران نصیحت را دریغ نداشتی. یعنی هر جا که بودی نشستی یا چی گویم حیات تو فقط با پند و نصیحت به آخر رسانیدی. یکی از دیگر کردارهایی که تو را قیمت و قدر داد انا همین است. چهارم و محبتک لاصحابی. و دیگر این که اصحاب مرا دوست می‌داری. یعنی کسانی که در حیات با من بودن که شما کتابها را خوانین، اونها چی جانبازی های برای پیامبر نازنین، برای الله، برای دین کردن. مقصد اونها را که به خاطر خدا و به خاطر رسول الله دوست داشتی. چهارم چیزی که قدر تو بالا برد همین است. پنج و اهل بیتی. پنجم چیزی که برای تو قیمت و قدر داد این دوست داشتنی اهل بیت من است. یعنی پیامبر، برادران عزیز، خاندان پیامبر را بگیم دوست داشتنم درجه و مقامی دارد. و هو الذی بلغک منازل الابرار. پیامبر ما گفت به همین خاطر تو در زمره آدمای نیکوکار جا گرفتی. برادران عزیز، من در ابتدای سخنم آوردم به خاطر چی؟ به خاطر که شما هم میتونین آن چیزی را که بیشتر انجام داد و قیمت و قدر پیدا کرد، شما هم این کارها را کنین. انشاءالله پیش الله مهربان اجر و پاداش البته میگیرین.